درخت بامبو رو وقتی میکاری تقریبا 5 سال باید هر روز بهش آب بدی، هر روز باید بهش رسیدگی کنی، هر روز باید بهش کود بدی. تو این 5 سال جوونه نمیزنه، بعد 5 سال جوونه میزنه و توی 5 هفته 30 متر رشد میکنه. حالا این رشد 30 متری تو اون 5 هفته بوده یا توی اون 5 سال؟ قطعا به نظر من توی اون 5 سال بوده. و اگر رسیدگی نکنی توی اون 5 سال به هدفت و رویات، هیچ وقت اون اتفاق بزرگ برات نمیافته، اون جهش 30 متری. ذات کارهای بزرگ کنده. شما نمیتونید کارهای بزرگ رو با عجله انجام بدید. تا وقتی آدم کوچیکی هستی، بازی یه شکل، بزرگ میشی یه شکل دیگه میشه، همه چی عوض میشه. پس تو نمیتونی انتظار داشته باشی همون جوری که توچالو رفتی دماوند رو بری، نمیتونی انتظار داشته باشی همون جوری که دماوند رو رفتی اورست. یه چیز خیلی جالب، تو نمیتونی توچالو نرفته باشی و بری اورست.